فرودگاه بین المللی. مکان واردشوی مهمانان با پایتخت تاجیکستان. دوشنبه شهر در آغوش زیبایی ها. موضع های زیادی استراحتی و فراغتی. به سرزمین سیاحی هزاران مهمانان دوستداران سیر و سیاحت با دلخوشی زیاد می آیند. این دیار موضع‌های ناتکرار دارد. کل و دریاهایش بی‌بهاست. کوه‌های سربلند سیاحان را خوش می‌آید. من از این کوهسار بلند زیبا و پیزش خیلی زیبای تاجیکستان بهره مند شدم. ببینید این آب را ببینید، این آب خیلی آب مصفا است، در این بلندی جایگیر است و من حتما وقتی به فرانسه رفتم به اون نفران دیگری که من میشناسم میگم که به تاجیکستان بیایید. من خیلی جای دنیا بودم، کرگستان بودم، ترکیه بودم، نیوزیلند بودم، استرالیا بودم، اما اینجا خیلی جالبه. هر گوشه تاجیکستان ظرفیت‌های خاص خود را دارد. با شکرانه از آفتاب درخشان و سمای صاف و بی‌آلایش، وحدت و استقلالیت کامل در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی این سرزمین بهشت آسا را به جهان معرفی می‌نماییم.